وقتی گناه بشریت به بدترین حالت خود رسید، کتاب مقدس به ما میگوید که خدا از اینکه انسان را آفریده بود پشیمان شد و قلبش عمیقاً آشفته بود. او دیگر نمیتوانست اجازه دهد این دنیا اینقدر کاملاً فاسد و پر از گناه باقی بماند. پس خدا تصمیم گرفت آنها را داوری کند و از بین ببرد. سفر پیدایش باب 6 این را به روشنی توصیف می کند که خدا سیلابی بر زمین می آورد تا هر موجود زنده ای را که در آن نفس حیات بود از زیر آسمان نابود کند و هر آنچه بر زمین بود هلاک می شد. عبارتی هست که زیاد می شنویم. پیش از آن که دیر شود بازگرد. هواپیما نقطه‌ای دارد که پس از آن دیگر بازگشتی نیست. وقتی از لحظه خاص عبور کنی دیگر نمی توانی برگردی. درست است عزیزان. ما منتظر می مانیم. اما آن انتظار تا ابد ادامه نمی یابد. زمانی معین وجود دارد. حدی وجود دارد. ما در این دنیا زندگی می کنیم. اما نه برای همیشه. مکاشفه به ما می گوید که وقتی دری بسته شود دیگر بازگشایی در کار نیست. اکنون زمان فیض است. اکنون روز نجات است. همین الان خدا همه را فرا می‌خواند. آنها را به نجات دعوت می‌کند. در همچنان باز است. باید پیش از بسته شدنش وارد شوی. عزیزان، فرصت در هر لحظه‌ای داده نمی‌شود. وقتی گناه به نهایت حد خود برسد، پایانی فرا می‌رسد. خود زمین هم پایانی دارد. زندگی تو هم پایانی دارد. جوانیات تا ابد نمی‌ماند. پولت همیشه نخواهد بود. سلامتیت، آبروت، جایگاهت، هیچ کدوم از اینها هم تا ابد باقی نمی‌مانند. وقتی سالمی به سوی خداوند بازگرد، وقتی هنوز امکاناتی داری، به سوی خداوند بازگرد. تا زمانی که هنوز توان کار داری، برای خداوند کار کن. اگر بگذاری آن زمان از دست برود و تنها. پس از دست دادن همه چیز، غرق. در پشیمانی و در بدبختی نزد خداوند بیایی، این راهی غم‌انگیز برای بازگشت خواهد بود. در سفر پیدایش باب 6 خدا بارها تکرار می کند که شرارت بشر چارهای جز داوری این دنیا برایش باقی نگذاشته است. او مکرراً توضیح می دهد که اگر این دنیا را داوری نمی کرد چه اتفاقی می افتاد. آیه 11 به ما می گوید که زمین در نظر خدا فاسد شده بود و پر از ظلم بود. آیه 12 میگه خدا دید که زمین چقدر فاسد شده، زیرا همه مردم روی زمین راه خود را فاسد کرده بودند. پس خدا به نوح گفت که به همه انسانها پایان خواهد داد، زیرا زمین به سبب آنها پر از ظلم شده بود. عزیزان، خدا مکرراً توضیح می دهد که وضعیتی پیش آمده بود که هیچ کس نمی توانست هیچ عذری برای داوری که در راه بود بیاورد. و نگاه به روندی که دنیا امروز پیش می رود، نمی توانم این احساس را از خود دور کنم که داوری در حال نزدیک شدن است. نابودی بشریت هرگز فقط درباره بشریت نبود، بلکه به معنای نابودی هر گیاه و حیوانی روی زمین هم بود. وقتی انسانها گناه می کنند، خود زمین لعنت را بر دوش می کشد، تخریب محیط، زیست به دنبال آن می آید و نظم دنیا شروع به فروپاشی می کند. کمی شبیه به تومور در بدن انسان است. در مرحله خفیف دارو آن را درمان می کند، اما وقتی به اندازه کافی خطرناک شود، جراحی لازم می شود. و گاهی همین که پزشک بدن را باز می کند، بیماری آنقدر گسترده شده که هیچ مداخله‌ای فایده‌ای ندارد و چیزی جز بستن دوباره باقی نمی ماند. عزیزان، تومور تا کجا باید پیش برود که حتی پزشک نتواند تیغ جراحی روی آن بگذارد؟ وقتی مرگ نزدیک می شود، در آن نقطه تنها چیزی که باقی می ماند انتظار مرگ است. و این دقیقاً همان چیزی است که داوری معنا می دهد. امیدوارم همین حالا به سوی خدا بازگردید، پیش از آن که شرارت آنقدر گسترش یابد که خدا چارهایی جز داوری نداشته باشد. گاهی خانه‌هایی دچار کرم و حشره می شود و اگر فقط در یک بخش باشد، آن را تمیز می کنی و بخش پوسیده را عوض می کنی. اما تصور کن روزی متوجه شوی که هم حجا را فرا گرفتند و خود چوب هم نرم شده و بیماری هم شروع به گسترش کرده است. در آن نقطه دیگر تمیز نمی کنی، کل خانه را آتش می زنی.
خدا تا نقطه‌ای صبر می‌کند. اما وقتی چیزها از حدی معین بگذرند، بازسازی دیگر ممکن نیست. هر چقدر هم پارچه‌های کهنه را وصله بزنی، در نهایت باز هم کهنه‌اند. خود قدیمی باید بمیرد. چون فقط از طریق آن مرگ است که انسان جدید میتواند متولد شود. به خود قدیمیتون، گذشته‌تون، زندگی قدیمیتون دلبستگی نداشته باشید. وقتی چیزی به قدری فاسد شود که دیگر قابل ترمیم نباشد، باید کاملاً دور انداخته شود. چرا خدا داوری می‌کند؟ نه برای نابودی، بلکه برای نجات. پاک کردن همه چیز به معنای رها کردن کامل نیست، بلکه اراده خداست برای آغاز چیزی تازه. سرانجام داوری با آتش خواهد آمد، اما آن پایان کامل زمین نخواهد بود، بلکه آسمانی تازه و زمینی تازه گسترده خواهد شد. خدا نجات را درست در میانه داوری برنامه ریزی کرد و از طریق شخصی که برگزید خواست چیزی تازه آغاز کند. آن شخص نوح بود. خدا نوح را آماده کرد. او را واداشت که کشتیایی بسازد و از طریق اون داوری او و خانواده‌هاش و هر نوع حیوانی را نجات داد و راهی برای آغاز دوباره حیات گشود. پس نوح چه نوع انسانی بود؟ نخست به آیه 8 نگاه کنید. نوح در نظر خداوند فیض یافت. نوح چگونه برکت خدا را دریافت کرد؟ چون فیض خدا را دریافت کرد. فیض چیست؟ فیض یعنی دریافت رفتاری ویژه. رفتار با کسی که صلاحیت ندارد گویی صلاحیت دارد، چشم پوشی از چیزهایی که واقعاً مستحق پیامد هستند. این دقیقاً همان کاری بود که خدا برای نوح کرد. اگر همه ما دقیقاً همانطور که واقعاً هستیم ارزیابی می شدیم، حتی یک نفر از ما هم از داوری جان سالم به در نمی برد. ما فقط به این دلیل زندگی می کنیم که چیزها پوشانده شدند. چون کسی از آنچه واقعاً سزاوارش هستیم چشم پوشی می کند. اگر هرچه در دل خودتان پنهان است بلند گفته شود، همسرتان شوکه خواهد شد. پس درباره عدالت اینقدر بی‌احتیاط صحبت نکنید. انگار خودتان مستحق آن هستید. اگر دقیقاً با معیار عدالت داوری می شدیم، هر یک از ما اولین کسی بودیم که محکوم می شدیم. چون هیچ کدوم از ما واقعاً عادل نیستیم. چیزی مهمتر از عدالت هست و آن فیض است. وقتی فیض حاضر باشد، جامعه عادل به طور طبیعی پدید می آید. به دیگران انگشت اشاره نکنید. چون در حالی که یک انگشت به بیرون اشاره می کند، 3 انگشت به خودتان اشاره می کنند. عزیزان، راه نجات ما دریافت فیض است. نوح انسانی بود که فیض خدا را دریافت کرده بود. و باور دارم فقط کسی که آن فیض را دریافت کرده می تواند واقعاً به نجات این دنیا کمک کند. دوم، آیه 9 به ما میگه که نوح مردی عادل بود، بی عیب در میان مردمان روزگار خود و با خدا راه می رفت. این واقعاً شگفت‌انگیز است، چون آن دوران پر از همان فساد و ظلمی بود که همکنون توصیف کردیم. اگر خود هوا آلوده باشد، هر کسی که آن را تنفس می کند باید با آن زندگی کند. همه گناه می کردند و حتی کلیسای آن روزگار. هم استثنا نبود، چون کسانی که از آن فرهنگ می آمدند، گناه آن فرهنگ را نیز با خود به عبادت می آوردند. آیا مشکل واقعی کلیسای امروز را می دانید؟ کلیساها اغلب به شیوه‌های قدیمی و ساختارهای اقتدارگرایانه سفت و سخت می چسبند، حالی که دنیا پیش میره و دقیقاً به همین دلیل بسیاری در حال ترک آن هستند. وقتی سازمان‌های انسانی به هجای جلال خدا اداره امور را بر عهده می‌گیرند، کلیسا در خطر از دست دادن نقش خود به عنوان نمک و نور می‌افتد و به چیزی منزوی و فراموش شده تبدیل می‌شود. کل دنیا ممکن است در فساد سقوط کند، اما شگفت‌انگیز این است که نوح سقوط نکرد. تا زمانی که خود کلیسا سقوط نکند، امید باقی می‌ماند، حتی اگر دنیای اطرافش فرو بریزد. عادل بودن در دنیای عادل آسان است، اما عادل ماندن در دنیای به طور کامل فاسد مانند دنیای نوح کار کوچکی نیست و نوح توانست عادلانه و بی‌عیب زندگی کن، نه به این خاطر که ذاتاً نیکوکار بود، بلکه چون فیض خدا را دریافت کرده بود. هر کس که واقعاً آن فیض را دریافت کرده باشد، می‌تواند حتی وقتی همه اطرافش گناه می‌کنند عادل بماند. این راز واقعی اینجاست.
سوم، پایان آیه 9 به ما میگوید که او با خدا راه میرفت. این عبارتی بسیار مهم است. راه رفتن با خدا یعنی عبادت او. چون خدا روح است، نه جسم، و پرستندگان حقیقی باید در روح و راستی عبادت کنند. راه ملاقات با خدا عبادت است. بزرگداشت او، ستایش او، بلند کردن نام او. این تنها راه رفتن با اوست. عزیزان، آیا راز زندگی عادلانه در دنیای گناه‌آلود بدون آلوده شدن را می‌دانید؟ خدا را عبادت کنید. در کلیسای ما ازدواج‌های زیادی برگزار می‌شود و مهمانانی که به عیسی ایمان ندارند، اغلب برای سیگار کشیدن، کنار در بیرون می‌روند. اما هرگز کسی را ندیدم که داخل خود سالن عبادت سیگار روشن کند. این چیزی به من آموخت. وقتی به کلیسا میایید تا داخل سالن عبادت بروید. وقتی عبادت می‌کنید به خدا فکر می‌کنید در خانه او حاضرید و هیچ جایگزینی برای آن نیست. تا زمانی که با خدا راه می‌روید، گناه نمی‌تواند به شما نزدیک شود. تا زمانی که ستایش می‌کنید و دعا می‌کنید، به سادگی نمی‌توانید در همان لحظه کار اشتباهی انجام دهید. دعا می‌کنم زندگی شما هم آن برکتی را داشته باشد که نوح داشت. راه رفتن با خدا. کسی که با خدا راه می‌رود، بالاترین ارزش ممکن را انتخاب کرده است و دیگر به ثروت، افتخار یا سلامتی نمی‌چسبد، چون از پیش بالاترین ارزش را انتخاب کرده است. ویژگی‌های اصلی نوح این بود: او فیض را دریافت کرد و به خاطر آن فیض گناه نمی‌توانست به او نزدیک شود. پس عادل و بی‌عیب در نسل خود خوانده شد و پیوسته با خدا راه می‌رفت. باور دارم این همان چیزی است که شما هم دعوت شده اید تا بشوید. نوح لقب دیگری هم دارد. عبرانیان باب 11 او را مردی از ایمان می‌نامد. نوح به ایمان وقتی از چیزهایی که هنوز دیده نشده بود آگاه شد، با ترس خدا کشتیایی برای نجات خانواده‌هاش ساخت و بدین وسیله جهان را محکوم کرد و وارث آن عدالتی شد که از ایمان می‌آید. اغلب فکر می‌کنم نوح چه کشمکش درونی زیادی را از سر گذرانده است. روزی صدای خدا را شنید که به او می‌گفت این دنیا را نابود خواهد کرد، اما نوح را نجات خواهد داد و به او گفت کشتیایی بسازد. او این را 120 سال پیش از آن که داوری فرا رسد شنید و از آن لحظه نوح شروع به ساختن کرد برای 120 سال بدون آنکه بارانی ببارد. آفتاب همه آن مدت بر سرش میتابید. آیا فکر نمی کنید حتی کسی که عمیقاً فداکار است، پس از 10 سال از آن ممکن شروع به شک به خودش کند؟ هیچ کس در آن نسل کامل نوح را درک نکرد. ما این را میدانیم چون وقتی طوفان آمد، هیچ کس جز نوح و خانواده 8 نفرهاش وارد کشتی نشد. بدون ایمان، آنچه او برای 120 سال انجام داد، کاملا غیر ممکن می بود و نوح به راستی مردی از ایمان بود. اینجاست که به نکته‌ای مهم میبرم. مرد خدا هرگز کسی نیست که دنیا با آغوش باز از او استقبال کند. اگر دنیا از شما استقبال و تعریف کند، شاید در واقع شما تقلبی هستید، چون تقلبی ها یکدیگر را میشناسند. اگر واقعی باشید، دنیا گیج خواهد شد و شما را نقد خواهد کرد. دقیقاً همینطور است. کسی که حقیقت را دارد از دنیا جدا می ایستد. آیا مشکل واقعی کلیسای امروز را می دونید؟ دیگر تقریباً هیچ تفاوت قابل توجهی میان کلیسا و دنیا وجود ندارد. تغییر واقعی فقط از تفاوت واقعی می آید. دنیا دیگر از کلیسا نمی ترسد، چون ما بیش از حد شبیه آن شده ایم. با این حال، نوح 120 سال صرف ساختن آن کشتی کرد. کاری دیوانه‌وار بر اساس معیارهای دنیوی، چون به خدا اعتماد داشت و تمام زندگیش را بدون تزلزل در آن سرمایه گذاری کرد. به آیه 14 نگاه کنید. پس برای خود کشتی‌های از چوب سرو بساز. سرانجام خدا به نوح دستور می‌دهد کشتی بسازد و کلمات درست پیش از آن اهمیت فراوانی دارند. برای چه کسی؟ برای خودت. کشتی هرگز برای دنیای بیرون از آن ساخته نمی شود. این دقیقاً همان چیزی است که کلیسای خدا هست. کشتی خود خدا برای کسانی که برگزیده و نجات یافتند.
آیات 15 و 16 مشخصات دقیقی می‌دهند. 300 ذراع طول، 50 ذراع عرض، 30 ذراع ارتفاع با دری در کنار و 3 طبقه. وقتی خدا به نوح گفت کشتی بسازد، کل ساختار را قطعه به قطعه توضیح داد. میدونید چرا؟ اگر فقط به نوح گفته میشد کشتی بساز، او چیزی شبیه به کشتی‌های معمول آن زمان می‌ساخت. با ما و خدا هم همینطور است. وقتی خدا را به روش خودمون به جای روش خدا خدمت می‌کنیم، دقیقاً اینطور همه چیز فرو می‌ریزد. پس ساختن کشتی واقعاً چه معنایی دارد؟ یعنی اطاعت. این ما را به یاد خیمه اجتماع می‌اندازد که خدا به همان شکل به موسی هر ذره، هر مصالح، هر رنگ نخ را مشخص کرد. می‌دونید ویژگی اصلی موسی چی بود؟ او اون رو طبق ترجیح خودش نساخت، بلکه دقیقاً از آنچه خدا فرمان داده بود اطاعت کرد. خدمت واقعی و اطاعت واقعی اینگونه. به نظر میرسد انجام دقیقاً آنچه گفته شده، نه ابداع به روش خودتان. حتی اندازه خود کشتی، 150 متر طول، 25 متر عرض، 15 متر. ارتفاع از طریق آزمایش‌های مدرن مشخص شد که پایدارترین پیکربندی ممکن در برابر امواج و طوفان هاست، چیزی که هیچ کس در آن زمان نمیتوانست بداند. نوح حتی بدون فهمیدن دلیلش دقیقاً همانطور که دستور داده شده بود ساخت. و آیه 16 به ما میگوید فقط یک پنجره وجود داشت، نزدیک بالای کشتی. آیا معقول است که کشتی‌های به آن بزرگی فقط یک پنجره داشته باشد؟ با این حال دقیقاً همین لازم بود تا هیچ کس وسوسه نشود که به بیرون نگاه کند. چرا اگر کسی بیرون میرفت میمرد؟ چون آنجا اقیانوسی از مرگ بود. برای 1 سال کامل از لحظه‌ای که کشتی سرانجام قرار گرفت تا وقتی بالاخره رنگین و کمان را دوباره دیدند، به آنها گفته شد داخل بمانند. بیرون چه در انتظارشان بود؟ کل دنیا غرق در آب، بدون کوه، بدون درخت و سطح آن دریا پوشیده از لاشه‌های در حال پوسیدن بود. بیرون رفتن به معنای مرگ بود. عزیزان، داخل آن کشتی شاید تنگ و محدود احساس می‌شد، با این حال امن‌ترین مکانی بود که می‌توانستند در آن باشند. این دقیقاً همان چیزی است که زندگی ایمان به آن شبیه است. به محض ایمان آوردن به عیسی، طبیعتاً می‌خواهید به دنیا بازگردید، اما خدا می‌گوید در عوض به کلیسا بیایید. این مرا به یاد 40 سال در بیابان می‌اندازد. بدون آب، بدون غذا، بدون خانه، 600,000 نفر اینگونه 40 سال زنده ماندند. این دقیقاً همان چیزی است که زندگی مسیحی شبیه آن است. ما وارد آن نمی‌شویم تا بمیریم، بلکه چون تنها جایی است که واقعاً می‌توانیم در آن زندگی کنیم. چیز دیگری هم درباره کشتی غیر معمول است. هیچ موتوری نداشت، هیچ سکانی، هیچ فرمانی، به این معنا که هیچ کس در آن نمی‌توانست سرعت را زیاد یا کم کند یا در هیچ جهتی هدایت کند. فقط روی آب شناور بود. این دقیقاً همان چیزی است که زندگی هست. آیا واقعاً می توانید زندگی خودتان را آنطور که می خواهید هدایت کنید؟ نمی توانید. هیچ کدام از ما نمی دانیم فردا چه دارد. خود زندگی درون کشتی سپری می شود. پس واقعاً چه کسی رانندگی می کند؟ خدا. برای آن 1 سال کامل داخل کشتی. فقط 1 راز برای گذراندن آن. وجود داشت، ناتوان از دیدن. بیرون، ناتوان از هدایت. بدون هیچ ایده‌ای از اینکه چه زمانی پایان می‌یابد، فقط باید به خدا اعتماد می‌کردند، به او تکیه می‌کردند و منتظر می‌ماندند. سعی نکنید به حضور به بیرون بروید. چیزی جز اقیانوسی از مرگ در آنجا منتظر نیست. سعی نکنید فقط با نیروی خودتون زندگیتون را هدایت کنید. هر بحرانی که اکنون با آن روبرو هستید، باور کنید که خدا کسی است که شما را در آن هدایت می‌کند. بیابان به تعریف خودش مکانی نامناسب برای سکونت انسان است و کشتی هم تفاوتی نداشت. با این حال اگر مسیح را آنجا کشف کنید، آن مکان خودش به چیزی مرموز و شگفت‌انگیز تبدیل می شود. دریای سرخ شکافته شد. نان مانند منا از آسمان بارید. آب از دل صخره سخت جوشید. و وقتی راه را گم کردند، خدا به آنها ستون آتش و ستون ابر داد.
شاید زندگی در بیابان هرچند دردناک، با این حال زندگی‌های سرشار از فیض باشد. فقط دنبال آسایش نباشید. آسایش و راحتی واقعاً خوشبختی نمی‌آورند. صلح واقعی آسمانی از آنه. کسانی است که زندگی سختی همراه با عیسی مسیح را انتخاب می‌کنند. سوال جالبی هست که مردم می‌پرسند. اینکه با صدها هزار گونه حیوانی موجود امروز، تغذیه و مراقبت از همه آنها روی کشتی برای 1 سال با فقط 8 نفر غیر ممکن به نظر می رسد. یک پاسخ واقعاً شگفت‌انگیز این است که در فضایی محصور با اکسیژن محدود، حیوانات به طور طبیعی به خواب زمستانی می روند، فقط تمام آن مدت را می خوابند. کسی نمی داند دقیقاً خدا چگونه حیات را روی آن کشتی حفظ کرد. اما آنچه با قطعیت می دانیم این که پس از 1 سال کامل، هر انسان و هر حیوانی کاملاً سالم بیرون آمد. عزیزان، روش‌های خدا اغلب فراتر از درک ما مرموز است و باور دارم او زندگی شما را نیز از طریق روش‌هایی که نمی‌توانیم کاملاً درک کنیم حفظ خواهد کرد. اکنون به آیات 17 تا 20 نگاه کنید. من سیلابی بر زمین می‌آورم تا هر موجود زنده‌هایی را که در آن نفس حیات است از زیر آسمان نابود کنم. خدا میگوید اما عهد خود را با تو استوار می‌سازم و تو با پسرانت و همسرت و همسران پسرانت وارد کشتی خواهید شد و از هر نوع موجود زنده 2 تا نر و ماده خواهی آورد تا با خود زنده نگاه داری. یک کلمه هست که ارزش توجه دارد. عهد. کشتی بساز. خدا گفت برای چه کسی؟ برای تو. و همراه با این خدا وعده‌ای می‌دهد. عهد خود را با تو استوار خواهم ساخت. اینجا خدایی را کشف می‌کنیم که وعده می‌دهد، هرگز از روی تکانه عمل نمی‌کند و هرگز در تحقق آنچه گفته ناکام نمی‌ماند. هر آنچه در عهد عتیق وعده داده شد، در عهد جدید تحقق یافت. کتاب مقدس بارها پیشگویی کرد که مسیح نسل زنی خواهد آمد از بیتلحم، از قبیله یهودا، و در زمان مقرر عیسی متولد شد و نجات دهنده تمامی بشریت گشت. این دقیقاً سبب است که کتاب مقدس عهد عتیق را عهد قدیم و عهد جدید را عهد جدید می‌نامد. خدا به نوح گفت: عهدی با تو استوار می‌سازم، تو را نجات خواهم داد. اما شگفت‌انگیز این که فقط نوح نبود که نجات می‌یافت، بلکه پسرانش و همسرش و همسران پسرانش با او، تمام خانواده‌هاش. این ما را به یاد بخش آشنایی دیگری از کتاب مقدس می‌اندازد. به خداوند عیسی ایمان بیاور و تو و خانوادات نجات خواهید یافت. نجات واقعاً چیست؟ به این برمیگردد که به کجا تعلق دارید. نجات با اینکه چه کسی هستید تعیین نمی شود، بلکه با اینکه به چه کسی تعلق دارید تعیین می شود. وقتی زمان به ارث گذاشتن فرا می رسد، را به فرزند همسایه که موفق‌تر اسم میدید یا به فرزند خودتون هرچند ناقص. البته به فرزند خودتون. به همین ترتیب خانواده نوح نجات یافت نشون بهتر از دیگران بودند، بلکه به خاطر اینکه به چه کسی تعلق داشتند. شما نجات یافته اید چون فرزند خدا هستید، چون به او تعلق دارید. زندگی نیکو، سخاوتمندانه و دلسوزانه به تنهایی شما را به بهشت نمی‌رساند. امیدوارم به عیسی تعلق داشته باشید. امیدوارم به خدا تعلق داشته باشید. و آنگاه حتی اگر بلغزید، چون به او تعلق دارید، باور دارم همچنان نجات خواهید یافت. سرانجام به آیات 21 و 22 نگاه کنید. از هر خوراکی که خورده می شود، بگیر و ذخیره کن. و نوح دقیقاً همانطور که خدا به او فرمان داده بود، عمل کرد. اینجا آخرین توصیف از نوح را می‌یابیم. او کسی نبود که با منطق خودش سازش کند، کسی که بر اساس نظر عمومی عمل کند، یا کسی که فقط آنچه در جای دیگری آموخته بود انجام دهد. او دقیقاً همانطور که خدا به او گفته بود عمل کرد، بدون کوچکترین انحرافی. دعا می‌کنم همه شما هم پر از همان برکت شوید. شنیدن صدای خدا و اطاعت کامل از کلام او در سراسر زندگیتان. بیایید دعا کنیم. پدر آسمانی، آن برکتی را که زمانی به نوح دادی، برکت کشتی به قوم محبوبت عطا کن. به نام عیسی دعا می‌کنیم.